احمد علیوف، ظفر میرزویان استادانی که شاگردان با ذکر خیر از آنها درباره‌شان مقاله نوشتند. این اقدام را روزنامه انوار دانشی نشریه دانشگاه کلاب به راه مانده است. با این بهانه شاگردان از استادان خود یاد میکنند. همین اقدام پیش گرفته هیئت ایجادی است که توانستند جامعه مهنتی دانشگاه و اون نفرانی که از هر جهت به این مؤسسه پیوند معنوی داشتند تاثیرگذار باشد تا اینکه در این اقدام فعالانه اشتراک کنند. نشر این مقاله ها در حالی است که گفته می شود قدر آموزگار در جامعه کم شده است. راهبران نشریه با این هدف می خواهند قدر و منزلت معلم را بالا برند و فرهنگ سپاسگزاری از آموزگار را به راه مانند. با گفته مؤلفان الکی با این هدف هم رسیده اند. یکی از دانشجویان گفت که ما هم آینده میتونیم که همین خیلی از استادها یادآوری شویم، یعنی که این معنای اون رو دارد که همین مطلب، همین یادآوری از استاد ظفر میرزایان به همین خواننده ما، به دانشجوی ما تاثیر رسانده است. شماره مقاله ها مخصوصا در عرفه عید آموزگار بیشتر شد. حتی از مکاتب میانه هم مقاله ها درباره آموزگاران به نشریه وارد می شوند. سازمان دهندگان این تشبث میگویند گمان نمیکردند مقاله های زیادی به آنها خواهد رسید. اینچنین این مقاله ها را در شبکه‌های اجتماعی بازپخش میکنند. نشر و رسانه‌ای گردیدن مهرنامه های شاگردان به چون و چرا به جامعه تاثیر مثبت رسانیده است و همه روزه ما شاهد آن هستیم که مقاله های گوناگون استادان در رابطه با فعالیت استادان، در رابطه با زمان همکاری، همچون پاس خاطر و قدرشناسی به استادان وارد می شود. دانشگاه دولتی کلاب 80 سال پیش تأسیس یافته است. حالا در عرفه جشنگیری 80 سالگیش قرار دارند. آن در جنوب تاجیکستان آن سالها اولین دانشگاه به حساب می رفت. از همان روز تأسیسش دانشگاه کلاب کادرهای ساحه آموزگاری آماده می کند. حالا هم هر سال صدها نفر آن را ختم کرده به مکاتب‌های گوناگون می روند با آرزوی آنکه زحمت آنها را روز شاگردانشان قدردانی کنند.